سلام، من امیرم از تهران. من برای خودم که شیعه ام واقعا متاسفم که اگه به قول آقای روحانی قزوینی اگر توی قم 2 مجتهد باشه یکیش این آقاست، واقعا اگر این آقا بی سواده بی خود میکنه اجتهاد میکنه، اگر از روی جهل داره قطع میکنه مبانی که شما دارید نشون میدید، این واقعا توهین به من و شعور من و امثال منه. لعنت به من اگر میدونستم شیعه اینه و شیعه میشدم. لعنت به من، لعنت به من، لعنت به من. تشکر میکنیم از این برادر عزیز. ببینید، دستور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این است که انسان مؤمن طعان و لعان نباید باشه، نه به کسی طعنه بزنه و نه کسی رو لعن بکنه و نه خودش رو لعن بکنه. لعنت کردن برای یک انسان مسلمان جایز نیست. همیشه از الله سبحانه و تعالی طلب رستگاری و هدایت بکنید. تشکر میکنیم از این بیننده عزیز و گرامی.